مسئله 41 که صنف 11 چنین است که از شهر A به شهر B که مسافت بین آنها 120 کیلومتر است دو اسپیدران حرکت می‌کنند. اسپیدران یکم اسپیدران دوم از اسپیدران یکم 3 کیلومتر زیادتر با سرعت 3 کیلومتر زیادتر حرکت می‌کنند و بنابر همین و 2 ساعت پیشتر به شهر B آمده می‌رسد. اگر فرض کنیم که اسپیدران یکم با سرعت 1 کیلومتر تقسیم ساعت حرکت کرده باشد، پس سرعت اسپیدران دوم 1.3 کیلومتر تقسیم ساعت می‌شود. و اگر وقتی صرف کرده اسپیدران یکم 3 ساعت باشد، وقتی صرف کرده اسپیدران دوم 2 ساعت میباشد. این را پس از فرموله مسافه یعنی S برابر V ضرب T که این را همه میدانند استفاده میبریم. یعنی سرعت اسپیدران یکم ضرب وقتی صرف کرده او 120 کیلومتر و سرعت اسپیدران دوم به وقت صرف کرده اسپیدران دوم به 120 کیلومتر برابر می شود. از معادله یکم وقت را می‌یابیم، بعد به معادله دوم می‌گذاریم. مثلا V پلس 3 ضرب به جای T 120 تقسیم V را می‌گذاریم مینوس 2. بعد اعضا به اعضا ضرب کرده می‌گیریم. 120 وقتی که V ضرب 120 تقسیم V می‌شود، V ها اختصار می‌شوند. برکتی نشان دهید که اول یک اعضای یک قوس گرفتن، اعضای قوس دوم به نوبت چون میکنیم ضرب میکنیم، بعد اعضای دومش میگیریم این یکمش بعد دومش اعضای دوم اول یکمش بعد دومش، یعنی قوس از قوس اوضاع میکنیم. اینجا چونی حاصل میشود 120 مینوس 2V پلس 360 تقسیم V، یعنی 3 ضرب 120 360 میشه تقسیم V. بعد پلس 3 ضرب مینوس 2 یعنی پلس ضرب مینوس میشود 3 کره 2 6 برابر 120. از اینجا از دو طرف 120 ها اصلاح میشوند. بعد این یعنی با میبینیم که منفی هستند. به طرف دیگر رو معادله میگذاریم 2V میشود، اینجا پلس بود مینوس میشود، علامت ها به برعکسش میشوند. بعد میبینیم که در اینجا 360 تقسیم V است، یعنی مخرجی عمومی V میشود و 2V و 6 V را ضرب میکنیم. در اینجا 2V کوادرات پلس 6V مینوس 360 برابر 9 میشود. وقتی که میبینیم این همه به 2 تقسیم میشود، یعنی هر دو طرف معادله را به 2 تقسیم کرده میگیریم. بعد یک کوادرات پلس 3V مینوس 180 برابر 9 میشود. در اینجا معادله کوادراتی ساده حاصل میشود. در اینجا وقتی که دیسکریمینانت را حساب میکنیم 729 یعنی 27 کوادرات برابر میشود و ما فقط یعنی مثبتش را میگیریم چون که در اینجا سراغ داشته است. برابر مینوس 3 پلس ریشه دیسکریمینانت 27 میبراید تقسیم 2 مینوس 3 پلس 27 24 میشود. 24 تقسیم 2 12 کیلومتر ساعت، یعنی سرعت اسپیدران یکم و 12 کیلومتر ساعت برابر است. و از روی شرط وجود است که سرعت اسپیدران دوم 3 کیلومتر زیادتر است و در اینجا V پلس 3 میآید. از اینجا V را یافته بودیم 12 بود، 12 جمع 3 برابر 15 کیلومتر ساعت می شود. و شرطی یعنی مثلا خود گفته بود که سرعت هر یک اسپیدران را یابه و ما در اینجا یافتیم که 15 کیلومتر و 12 کیلومتر تقسیم ساعت است. بله، اکو سوال برای حل کردن مسئله های متنی اساسا کدام اتپ ها رو دیده بردن در کار؟ یک کم چکار کنم؟ پیش از همه نقشه یعنی نقشه میکنیم. بعد یعنی مسئله به طور سخماتیکی تصویر میکنیم. بعد در اینجا ها رو نمایان ها رو وارد میسازیم، یعنی وقت و سرعت را با حرفای لاتینی اشاره میکنیم. یعنی معادله یا اینکه سیستمش را تفکیک داده اون را حل میکنیم بعد جوابش میآید. و از یگان خیلی فرمول های فیزیکی و یا اینکه ها استفاده بودن ممکن است. بله، رحمتی کلام.